به اولین ویدیو از ویدیوهای ساده هفتگی خوش اومدین. از امروز هر هفته یه ویدیو داریم. خب طرحی که میخوایم بکشیم اینه، دقیقا با همین افکت. راستشو بخوام بگم بهتون هیچ طرح رنگی ازش ندارم، ولی همینطور که داریم میز رو میچینیم دوباره از اول که بشینیم این طرح رو بکشیم، بیاین راجبش حرف بزنیم که قراره چی باشه، چه شکلی باشه، چه ویژگی هایی داشته باشه. ببین دیدین یه گیاهی شکلی من توی یه سریال کره‌ای که درامای کره دیدمش و فقط ظاهرش توی ذهنم مونده بود و توی یکی از اون روزایی که آرت بلاک بودم خیلی به صورت رندوم و خطی طور نشستم کشیدمش و الان دلم میخواست رنگیشو بکشم، یعنی همین حالت خطی طوره به هم ریخته رو سعی کنم رنگی کنم. آب عوض کنیم. آب ندارم، حوصله‌ام ندارم برم بیارم. آره داشتم میگفتم همینو بیام با همین افکتی که اینجا دادم بهش بکشم، اما قبلش باید انتخاب کنم که با چه راپید این کار رو انجام بدم، چون راپید یونیکوین روی حس میکنم این مقوا بافتش خوب نمیشه. ببینم نه، این بافت گلد پرسه، میشه روش کشید. اگه بافت راف بود یه ذره اذیت میکرد. ماژیک بیسیک دارم، راپید بیسیک دارم، مارکراش هم هست، برند خوبیه واسه شروع. و یه دونه دیگه هم هستش، تو سایزهای مختلفم دارم، از اینا هم دارم. حتی از خودکار مشکی هم میتونین استفاده کنید اگه ندارین. راپید روان نویس یا هر چیزی که بهتون رنگ بده، یا از اینا مثلا آنر نمیدونم، هر چی که هست برندشو روان نویسه، یا حتی این که حتی پاک شده برندش، نمیدونم مثلا از چه برندیه، نوک نمدیه ولی میدونم. فقط تنها ویژگی که باید داشته باشه پخش رنگ نداشته باشه هنگامی که آب میزنی. و شروع کنیم به خطی کردن. نشستم رو کلاستورم، اینو میذارم اینجا و شروع میکنیم. اولین قدم توی کشیدن بیس کارمون اینه که خطوط اصلی رو مشخص کنیم. یعنی چی؟ یعنی اون خطوط مرزی، اون خطوطی که قراره به این میوه غیر خوراکی در واقع حجم بده رو مشخص کنیم و ابعادش مشخص بشه. یک سری خطوط نامتقارن و ناپیوسته به هم روی طرحمون میکشیم. بعد از این که من خطوط ناپیوستم رو کشیدم، خورد شروع میکنیم به حجم دادن به این بیس. چه شکلی؟ با خطی کردن و با کشیدن خطوط در هم بر هم در واقع. برای مثال خطوط در هم رو شروع میکنم به کشیدن. جاهایی که میخوام سایه بیشتر باشه و فرو رفتگی رو نشون بدم، این خطوط در هم من به هم نزدیکتر میشن و جاهایی که میخوام نور باشه به هم پیوستگی این خطوط کمتر میشه. یه سری رنگ نارنجی دارم توی پالت رنگیم، اونا رو میارم میذارم این گوشه. میتونم از زرد ایندیگو هم استفاده کنم که طیف بیشتری از نارنجی داشته باشم. همچون حالتی اینا رو من دارم توی پالتم. خب حالا چی کارشون میکنم؟ میام اول خیس میکنم.
اولین کاری که میکنم همه رنگایی که دارم توی قرصام و پالتم رو میام با اسپری خیس میکنم و حتی مقوام رو هم یک مقداری خیس میکنم. اوکی. حالا میرم سراغ رنگایی که دارم. از رنگ کم رنگم شروع میکنم. زرد هندی یا همین یلو ایندیگو شروع میکنم به گذاشتن رنگ. خیلی سعی میکنم رقیقش کنم. دوست دارم این رنگ حرکت کنه که این اتفاق داره نمیفته. چرا این اتفاق نمیفته؟ چون مقوای من مرطوبه و آب روی مقوای من غلطان نیست. پس نیاز دارم که مقوام رو کامل خیس کنم. با چی؟ با یه اسپری آب. از اینکه مقوامو تا حد خیلی خیلی زیادی خیس کردم، از رنگ زرد هندیم یا همون ایندیان یلوم استفاده میکنم. میذارم جاهایی که میخوام نور شدید باشه و بعد مقوام رو اریب میکنم تا رنگ به سمت پایین حرکت کنه. توی قدم بعدی یه رنگ نارنجی گرمتر انتخاب میکنم و گوشه های کارم جاهایی که میخوام سایه من باشن، برای مثال وسط های این اضلاع این میوه قرار میدم و باز هم بلند میکنم صفحه کارم رو، یه حوله میذارم زیرش و اجازه میدم رنگ رو به پایین حرکت کنه، خودش بازی کنه و مسیر خودش رو پیدا کنه. رنگ این شکلی حرکت میکنه. میتونیم رنگ اضافه هر جایی که میخوایم هم ورداریم. اتفاق میتونه بیفته، ولی من دوست دارم رنگ حرکت کنه بیاد پایین و اجازه میدم این رنگ جذب مقوام شه و بعد دلم میخواد یه سری لکه مثلا حالت بنفش‌طور اضافه کنم این گوشه ها. حتی پالت ندارم رنگم رو توش چیز کنم. بنفشی که خیلی دلم میخواست توی کارم اضافه کنم و میذارم جاهایی که میخوام سایه شدید باشه، برای مثال وسط این ضلع میوه‌ام، قسمت اون جایی که ساقه ازش رشد کرده و جاهایی که قطعه های میوه از همدیگه جدا دارن میشن و بعد سعی میکنم با یه سری پاشش رنگ به کارم یه ذره جلوه و نمای قشنگتری بدم و این اصلا پاشیدن رنگ خیلی حس مثبتی به من میده. یه سری لکه ها حالا هم با نارنجی هم با بنفش میندازم و با آب حالا این لکه رو یه ذره قشنگتر حرکت میدم و بهش بود میدم و بعد میرم سراغ ساقه‌ای که باقی مونده و اون ساقه رو با رنگ قهوه‌ای یه توناژ ملایمی لکه میندازم. همون لکه قهوه‌ای رو یه ذره وارد ترهمم کردم. بذارم خوشه ببینم چه شکلی میشه. نظرتونه؟ قرار بود این باشه. بذارین اینم بزنم کنارش. رو دیوار بودم و تا این خوش میشه. نظرتون راجع به بازی کردن چیه؟ به من رنگای زیادی از ماژیک بیسیک ندارم. تیکه تیکه رنگ زدم.
علکی مثلا یه چیزی شو. حوصله‌ام سر میرفت تا وقتی خوشه من از این کارا میکنم. ببین توی ویدیو شاید بد افتاده ولی بدم نشده. خب دیگه بر نمیگردونیم گوشی رو اون بالا. الان دیگه بخش خیس در خیس ماجرا تموم شده و وقت گذاشتن لکه است. میخوام با 2 رنگ لکه بذارم، یه رنگ نارنجی تیرم و یه رنگ بنفشم. سعی میکنم جاهایی که روشن باید بمونن رو نگه دارم و یه جاهایی که میخوام یه ذره نارنجی باشن و با رنگ نارنجی تیرم لکه بذارم و بعد با استفاده از رنگ بنفشم تو قسمت هایی که میخوام تیرگی مطلق باشن لکه ایجاد کنم و اون تیرگی ها رو حالا با یه سری رطوبت مقوا با حرکت قلمو وصلشون کنم به اون قطعه های نارنجی که گذاشتم و اجازه بدم این 2 رنگ با هم دیگه تلفیق بشن. یا برای مثال پشت ساقه این میوه‌ای که داریم میکشیم باید تیره تر باشه، اونو ایجاد میکنم. با قلمویی که شستم و رطوبت داره سعی میکنم این لکه وسط بنفش رو به اطراف به اون نارنجی مرتبط کنم تا کارم پخته تر بشه. به عبارتی یه ذره رو ساقش کار کنیم. چون بگیم تمومه دیگه.